بعد از او ما برگه سرشماری دادن، گفتن شما اینجا تابعیت ایران براتون میتیم. بعد یک سال که تیر شد آقای رئیسی بر ما یک مدرک داد با عنوانی که شما در 100 میلیون شرکت کنین. در ما یک کمک همکاری کرد 10,000 روپیه داد که ما تا خود اینجا رساندیم. بارای ما نمی بارا یک دون از مجاهدین آمد گفت که بارای ازیره که بار نکنیم ما کلیگ موتر حساب میکنم. سلام و وقت بخیر وطندارای خوب و نازنینم. امیدوار هستم که دارای صحت کامل باشین و باز هم چینل خودتان پنجره افغانستان با من اشرا معصومی بیننده باشین. عزیزای دلم، امروز هم آمدیم تا یک گزارش ویژه براتان تقدیم کنیم. البته فعلا ما در ترمینال منطقه سرای شمالی هستیم که البته موترا از قسمت کشور همسایه ما ایران میآید به افغانستان و اینجا کمپ های ایجاد شده برای هموطنای ما که بیجا شدن از خانه های خود که در ایران بوده و آمدن مهاجر شدن دوباره به کشور خود ما که البته مهاجر گفته نمیشن، ولی باز هم تا زمانی که امکانات خانه و مکان بود و باش برشان معین میشه اینجا می باشن. صحبت ها را می داشته باشیم امرایشان ای که از کدام نقاط ایران آمدن و امکاناتی که برشان فراهم شده چگونه است. شما بیننده برنامه باشین و لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنین. بیننده جریان برنامه ما هستین. یکی از هموطنای ما با ما هستن که از ایران آمدن. سلام علیکم. سلام همچیره، خوب هستین؟ صدمن جان شما جور. سلامت باشین، زنده باشین. اسمتان؟ سید رضای سادات هستم از ولایت سرپول، از ولسوالی سنجرک، گوسفندی قریه شامرد. بسیار خوب. سادات صاحب عزیز، چقدر وقت در ایران بودین؟ ما مدت 3 سال در ایران بودیم. 3 سال در ایران بودین. در کدام منطقهش؟ در مشهد. مشهد. چگونه شد که پس آمدین؟ به خاطر جنگ اسرائیل یا همی که از خود دولت ایران کدام مشکل بود؟ ما 3 سال پیش به هر نوعی بود کدام مشکل در افغانستان نداشتیم، در ایران رفتیم. بعد از او ما برگه سرشماری دادن، گفتن شما اینجا تابعیت ایران براتون میتیم. بعد یک سال که تیر شد آقای رئیسی بر ما یک مدرک داد با عنوانی که شما در 100 میلیون شرکت کنین. گرم طلای خود 50 گرم طلا سودا کردیم، 100 میلیون تومان جور کردیم، در دولت ایران دادیم. از به حضور شما که بعد یک سال دولت ایران بر ما گفت که اینمی مدارک شما ناچل است. پیسه ما را که بر ما پس میداد، ما 100 میلیون تومان را که بر از او هزینه کردیم، یک ماه در دفتر کفالت رفتیم، پیسه خود گرفتیم. بعد از اون به حضور شما که یک پیسه ناچل گرفتیم. دیگه فکر کنین 50 گرم طلا اینمی اول پیسهش چقدر میشه؟ بسیار یک نقص کلان است. یک نقص کلان که در کدام حد اندازه. اونجا کارا میکردین؟ سر کار گاه دار میرفتیم، در هر جایی که پلیس ازگیر میکرد یک راست ما رو گرفته اردوگاه میبرد. اینمی هفته گرم تابستان میبین، اینمی هفته گرم تابستان مرا خود ما گرفته بردن
تا شب اونا مجه ایستاد کردن، شب باز مدارک ما پرسان کردن، اعلام کردن. سوار رفتیم که موتورسیکل خود بگیریم، دیگه ما را بردن در اردوگاه. 3 روز پشت سر هم بینندگانی که تلویزیون میبینه یا همشهریای ما میبینه، جهان غیره میبینه، رئیس پاسگاهش مرا گفت که تو 10 روزم که شدم موتورسیکل برد نمیتم. بالاخره ما رفتیم در دادگاه، موتورسیکل خود گرفتیم، آمدیم بیرون. دما گفت تو حق موتورسیکل سوار شدن نداری. با این گپ که میگم مال پارسال است. بعد از او 1 سال دیگه و جمعونیم، هر روز پوت پوت گریخته دیدیم این رقم زندگی نمیشه. زندگی آزاد باید زندگی کنی. ما کار به اسرائیل نداریم، ما کار به جنگ ایران نداشتیم. اگر ما رو اوجا میموندن به هر نوع شده فعلا زندگی خود کدرایی بودیم. ما اینی خورترکا را فیلمش بگیری. همراه فامیل یک جای هستیم. همراه فامیل هستیم. چه تعداد است نفرتان؟ ما 7 نفر هستیم. موتینا ساده دخترای خورترکم است، صادق جان بچه‌م است، مهدی جان بچه‌م است. اینمیا مکتبش آخرین روزی که ما امتحان دادیم در سختی پارچای زیاد گرفتیم. در اینمی هفته گرم تابستان در اینمی 12 سرطان شد دیگه نه. در اینمی سختی نه یک امکاناتی ما از اینجا که رفتیم پول و امکانات کلی چیز داشتیم. در کرای موتر خود در موندیم. این مال اومدیم این جاگانی باور میکنین در اینمی سرک منم در اینمی گرمی نمی اومدم. فکر کو ما اوجا جزی که نقص کردیم، جزی که عمر ما تلف شده کدام گپ دیگه نبوده برامون. با اینکه قدر سرمایه هم امرایتان برده بودین ولی هنوز قدر شما رو نفهمیدیم. ما هیچ کدام خلاف موجه نمیکردیم، آدم فقیر هم نبودیم، ندارم نبودیم. اونم پیسایی که از زمیجه بردیم کلی از خوردیم. قانونی رفته بودین یا قاچاق؟ قانونی پاسپورتی. ما 5-6 نفر ما پاسپورتی از اینجا رفتیم که پاسپورتایش همراه ما است. این دختره که ما اوجا تولد شد، این یک درد دل ما اینه میسته که یک دختر ما اونجا که وقتی تولد شد یک ایرانی که همسایه ما بود او 4 میلیون تومان داد، ما برای این دختر 30 میلیون تومان دادیم. 30 میلیون فکر کنین چند برابر یک ایرانی دادیم. این صدای من ایرانی به دنیا آمده نزی. صدای من هم هموطنای ما میفهمه، هم میبینه، هم خود ایرانیا میبینه. نگن که سید رضا دروغ میگی، تو توف غیرت یک آدم دروغگوی هستی. این گپ واقعیت است. من ثبوت هم دارم برای این گپ. رفتار خود مردمشان باز چگونه بود؟ مردم ایران خوب است. قطعی ملت افغانستان هیچ کدام مشکل ندارن. نظام افغانستان افغانهای ما را به عنوان مجرم دانه به دانه به عنوان مجرم میدانند. یک تعداد از هموطنای ما را اونجا دستگیر کردن. حالا دیگه من نمیفهمم واقعیت است یا غیر واقعیت است. یگان تر خشک سوخته رایس مردم ما. اینجا باز چطور است؟ در کمپ که هستین فعلا امکانات برتان فراهم است؟ اولا که ما در سر مرز که آمدیم حقیقتش همی ما چون دفتر ملل متحد است یا از مجاهدا بسیار با ما رویه خوبش کردن. فکر کنین که 100% مجاهدین قطعی ما رویه خوبش کرد. یک در جای در دفتر ملل متحد ما را راهنمایی کرد. یک سری کمک‌های هم برای ما صورت گرفت. سیم کارت برای ما دادن، هر نفر 2000 افغانی برای ما دادن، شو برای ما جای دادن، برای ما کمپل دادن. بعد از اون ما را در موتر مفت تا کابل سوار کردن، بهترین موتر سوار کردن. مرا بارای مانده بودی بسیار خاطره جالب است بیادر. خب بارای ماند نمی بارا. یک دون از مجاهدین اومد گفت که بارای ازیره که بار نکنیم من کلی موتر حساب میکنم. بر ما خیلی جالب بود که یک دانه مولوی صاحب بیا یک طرفدار ما باشد. دیگه موتر برای ما پیدا کرد. این بارای مرا دیگه موتر بار کرد، لمبر موتر برای ما گرفت، موتروانه لمبر موترم و لمبر موتروانه کلگیش را برا کرد. برای ما چی گفت؟ این بسیار جالب است بینندگان محترم. گفت که اگه اینمی بارای دیگه گم میشده باشه یا کدام کس رو آزار میداده باشه برای بارای اینی لمبرم است برای ما تلفن کو. ما بسیار خوش شدم از این رفتار از این رویه زیاد. بسیار زیاد تشکر میکنم از شما. زنده باشین، جرأتمند باشین همشیریم. خدا کنه ان شاء الله پیروزی در افغانستان در کشورهای اسلامی یک رقم شود که مرز بین ایران و افغانستان نباشه. وایجا زندگی کنن ما اوجا بریم دیگه تعصبات گم شود، تعصبات قومی گم شود بین ما و اون مردمایی که مسلمان است کدام نفاق شفاق نباشه. بخیر سلامت باشید. زنده باشید. تشکر. زنده باشید.
برای خوب مهربانم، قسمی که بیننده برنامه هستین صحبت ها رو داریم امروز هموطنای ما که از ایران برگشتن. بسیاریشان بیجا شدن و بسیاریشان قرار است دوباره به خانه پیش فامیلای خود برن و خدا را شکر که تا جای راضی هستن و امکانات بسیار خوب برشون فراهم شده. فعلا هم یکی از خانمای بسیار زیاد شده وطن با ما هستن. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین صحتمند؟ مرسی، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. اسمتان؟ اسم من فروزان. فروزان جان، چقدر وقت در ایران بودین؟ من مدت 4 سال در ایران. مدت 4 سال. بله. خود تنها هستی یا همراه فامیل آمدین؟ من تنها هستم فعلا با 3 تا دخترکم. مرد ندارین؟ نه مرد ندارم، سرپرست خانم خودم است. بسیار عالی، بسیار عالی. چطور شد که آمدین؟ آیا خودتان خواستین یا از طرف دولت کدام مشکل بود؟ نه، ما برگه سرشماری داشتیم و خودشون دیگه خروجی که زدن، ما تصمیم گرفتیم بریم وطن خودمون پس برگردیم. بسیار خوب. و چطور است امکاناتی که در اینجا براتون فراهم شده راضی هستین؟ خدا رو شکر تا جایی که تا این مرحله که ما اینجا رسیدیم راضی هستم. بسیار خوب. کدام امکانات است میشه که یادآور شوین برای هموطنای ما؟ چه قسم از چه لحاظ؟ مثلا جایی بود و باش براتون در نظر گرفته شده بود در این مدتی که اینجا بودین؟ یک شب بودین یا چندین شب؟ من یک شب وقتی که سر مرز آمدیم از تهران میشتم، از تهران که آمدم مشهد، از مشهد هم آمدیم اردوگاه. یک شب اونجا موندیم، از اردوگاه ما رو فرستاد مرزی که سمت هرات میم. یک شب اونجا موندم تا کارهای من تایم مراحل شد. برای من یک سیم کارت هم دادن، پول نقدی هم حکومت فعلیمون برامون کمک کردن. اون که من گفتم من خانم گفت سرپرست اولاد خود هستیم و خودتون از طریق سازمان خودمون ماشین میگیریم به کمپمون میبریم. مرا بردن داخل هرات دم کمپشون. یک شب هم اونجا بودم، کمکایی که اونجا هم کردن برام پول نقدی بود البته. اورم گرفتم دیگه. باز گفت میتونین که شما ماشین بگیرین یا از ماشین خودمون بریم. باز من داخل دیدم که یک ماشین به خیلی شلوغ با بچهای اذیت میشدن. دخترای ما گرفتم، خودم ماشین گرفتم تا فعلا کابل امروز رسیدم اومدم. بسیار خوب. قرار است که کجا برین؟ جای هست خویشاوند و فامیلا اینجا؟ من قرار است پیش مادر جانم برم. پدر جانم که ایران بودم فوت کرد که ندیدیم. اینا فعلا دیگه تصمیم دارم تخارون از تخارم ورسواری خوجقان میرم. بسیار خوب. کدام پیام دارین برای هموطنای ما؟ پیام من است که خدا رو شکر میکشم، سلام از همه اولتر به همه وطنایمون که در هر گوشه و کناره هستن. من خیلی خوشحال هستم که امروز آب و هوای وطن احساس میکنم. خوشحالم هستم که پس پیش مادر جانم میرم، چون که پدر جانم از دست دادیم دیگه. چی کنیم دیگه، خدا روز آورده، البته قسمت نبوده که ببینیم. من تو امیدوار هستم که هر گوشه و کناری که وطندارمون است، هر جایی که باشه پس به وطن خودمون برگردیم دیگه. تشکر از این حکومت فعلی ما که برای ما کمک کرده. من تو که حرام هستیم برای ما 1000 بار شکر. امنیت کلان گپ. امنیت خودش مادر از وطن از همه چیز است. بخیر برادر. ملکت به سلام، وقت شما بخیر. خوب هستین ان شاء الله صحتمند؟ سلامت زنده باشیم. اسم مبارکتان؟ نور محمد شریفی. بسیار خوب. چند روز میشه که آمدین؟ ما تقریبا اینجا خب الان 1 ساعت میشه آمدیم. بسیار خوب. امروز آمدین؟ امروز آمدیم. بله صاحب. از کجا ایران آمدین؟ ما از طرف بندر آمدیم، از طرف لامرد از بندر. چی شد که آمدین؟ کدام مشکلات بود یا خودتان خواستین آمدین؟ مشکلات ما این بود که یک برگه سرشماری برای ما داده بود، به خاطر که مثلا خانواده هستین بچه‌تان مدرسه بره درس بخونه، مثلا شما آزاد بگردید. بعد یک مدتی که ما موندیم، تقریبا یک مدت کوتاهی که یعنی 4 سالی که ما موندیم اونجا، بعد دوباره اعلان کرد که مثلا این برگه سرشماری شما دیگه مثلا چی شده، کنسل شده و شما باید بیاین حتما خروجی بگیریم، بعد از کشور بریم بیرون. دیگه ما رو مجبور ساخت نموند دیگه. هر روز می آمد مثلا پشت درا که مثلا هر کی برگه خروجی داره بعد برن نامه خروج بگیرن که دیگه از کشور بیرون بره. اگر غیر از این دستگیر شد دیگه مثلا از خودشان باید دیگه شکایت نکنن. بعد ما رفتیم دیگه اونجا برگه خروج برامون داد دیگه. بعد مجبور شدیم، تاریخ زده بود دیگه، تاریخ زده برامون که مثلا بعد 15/4 بعد از کشور بریم بیرون. دیگه بالاخره مجبور شدیم اومدیم دیگه. رفتن بچه‌ها پشت اردوگاه رفتن، طویل هم نگرفتن. اینجا ما خودمون اومدیم ماشین شخصی گرفتیم، تقریبا تا اردوگاه زایدان 20 میلیون تومان کرایه دادیم. بقیه‌ش هم دیگه یک چیزی داشتیم، 5 روز داخل اردوگاه موندیم. مثلا 5 تا بچه کوچک داشتیم، 2 تا زن داشتیم. اونجا مریض داشتیم، مریض شدن.
بقیش همونجا خرج کردیم. دیگه تشکر از امارات اسلامی میکنیم که آمدیم در لب مرز در ما یک کمک همکاری کرد، 10,000 روپیه داد که ما تا خود اینجا رسوندیم. دیگه زنده باشن هر جایی که باشن. بعدش هم اومدیم اینجا ما شنیدیم در اینجا در کابل که پیاده شدیم گفتن که برین اینجا سازمان ملل گفتن شما را مفتی میبره. اومدیم اینجا منتظر هستیم که ببینیم که چی میشه، که می‌خواستیم بریم تخار طرفی وطنمون. وطنتان تخار است؟ بله صاحب، تخار است. اونجا مکان برای بود و باش است یا خیر؟ مکان بود و باش به حدی که یک روز گذرانی دیگه، که رقمی که بگم باید دیگه گپی راستش بزنم، دیگه که بگم از امکاناتی که بگم کامل باشه نه، به حدی که یک روز بگذرد. خودمونم در اطراف هستیم، خدا را شکر است. بعد هر چی باشه بهتر است. منطقه خودمان، وطن خودمان بهتر از همه چیز است که همین امنیت داریم، در آسایش هستیم. هیچ کسی مثلا آزار اذیت ما نمیکنه، نمیگه تو کی هستی کجا میری. شکر است. همین در خودمان یک شکری بزرگ است که در وطن خودمون برگشتیم. بسیار خدا رو شکر که سلامت برگشتین. کدام پیام اگه داشته باشین؟ پیام ما همیشه که دیگه از امارات اسلامی خواهش میکنیم که دیگه ما را تا همیشه کمک کرده، همکاری کرده رسانده. خداوند خیرشان بده. اگر میتونه یک کمک همکاری دیگه برای ما دوجه مثلا یک کاری یک چیزی میهن بکنه که ما مثلا یک خانواده فقیر هستیم، دیگه فقط منظوری ما است که یک لقمه نانی برای خانواده من داشته باشیم که روز ما بگذره. فقط چی ما همیشه دیگه ما هیچ تقاضایی نداریم. سلامت باشین. زنده باشیم. زنده باشین. بانوان جوان وطن با ما هستن. سلام علیکم. سلام. خوب هستین؟ صحتمند؟ صحتمند. شما خوب هستین؟ تشکر. سلامت باشی. اسمت چی است؟ مرسل. مرسل جان عزیز، چقدر وقت میشد در ایران بودین؟ تقریبا 8 سال پیش در ایران بودیم. ماشاءالله. چند ساله بودی که رفته بودی؟ 5 ساله بودیم. 5 ساله. درس و مکتب همونجا خواندی دیگه؟ بله. صنف چند بودی؟ صنف 7. صنف 7. چی شد که پس آمدین؟ چی تعداد از تعداد فامیلتان؟ همه فامیلمون دیگه آمدن افغانستان به خاطری که مدرسه میرفتیم برگاه سرشماری داشتیم، از ایران بیرونمون کردن، بعد دیگه اومدیم. افغانستان چطور است برای خودت؟ نظر به اینکه در سن 5 سالگی رفته بودی دیگه یک چیز جدید از سال که می‌بینی. اون وقت رفته بودم چیزی از افغانستان به یاد نداشته بودم. دیگه آمدم دیدم که مثلا پیشرفته شده، کمی چیزای خوب اومده و دیگه. خوش هستی که افغانستان آمدی یا نه؟ خوش نیستم. چرا عزیزم؟ چون که درس می‌خوندم، اینجا نمیتونم درس بخونم. یکی از مشکلات است دوستا برای دختر خانمای عزیز، یکی از بزرگترین مشکلات اینمی است. خب انشالله امیدوار هستیم که بتونی درس هم بخوانی، خودت و همسن سالایت بتونن که درس بخونن و دروازه های بسته دوباره باز شود. خب بر ما ایره بگو که اینجا راحت هستی؟ امکاناتی که براتون فراهم شدن؟ راحت هستیم، در راحتی که راحت هستیم، ولی فقط میخواستم تحصیل ما ادامه بدم، درس بخونم، اینا که این گپا اینجا نیست. و در اونجا چطور بود رفتار مردم و دولتشون امریکن؟ رفتار مردم قبل از اینکه افغانیا را از اونجا بیرون کنن خوب بود. بعد از اینکه افغانیا جنگ اسرائیل آمد و اینا دیگه، وقتی صف نانوایی که میرفتیم برای خرید نان، فوش میدادن، دعوا میزدن دیگه، میگفتن هی وقتی که میگفتن کی میرین از ایران بیرون، کی میرید از ایران بیرون، ما از دست شما خلاص شدیم. آخه یک جمله بسیار دردآور است. بعد دیگه آخرش دیگه نشد، دیگه اومدیم. خب بازم وطن است. خدا را شکر که پس برگشتین. انشالله که مشکلاتی که هست تمامش حل شود. بسیار زیاد تشکر میکنم از خودت. خواهش میکنم. سلامت باشید. وطندارای عزیزم، قسمی که بیننده گزارش ما هستین، در ترمینال و کمپ مهاجرین قرار داریم که البته مهاجرینه که از ایران تمامشان دیپورت شدن. اینجا اول میاین و یک سلسله مسائل می باشه که سپری میکنن و که به کدام ولایت و به کجا منتقل میشن نظر بر شناسنامهشان می باشه. از یک لحاظ خب خداوند را شکر که دوباره برگشتن به کشور خودشان، به وطن خودشان، از اینکه زیر استعمار یک کشور دیگه بودن که رفتار درست همراهشان نداشت، گرچه کشور همسایه ما بود. و از یک لحاظ هم بسیار دردآور است مشکلات را که تحمل کردن در مسیر راه و رفتار که همراهشان شده در روزهای اخیری که در ایران داشتن. همچنان یکی از هموطنای ما، دختر خانم بسیار زیاد
باهوش و با استعداد که به خاطر درس خواندن از چشمایش اشک جاری شد. واقعا دردآور است. و فعلا هم دوستای عزیز که میبینین ما همینجا هستیم و هنوزم فامیلای و هموطنای ما از ایران آمده میرن، موترایشان هست و بسیاریشان انتقال پیدا میکنن دوباره به ولایاتشان. باز هم دعوت میکنم از شما عزیزا که بیننده گزارش ما باشین. ان شاء الله صحبت های ما ادامه داره. یکی از جوانا با ما هستن عزیزا. السلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستین صحتمند؟ ممنون. اسمتان؟ شیر آقا. شیر آقا جان. بر من بگو چقدر وقت میشد در ایران بودیم؟ 15 سال شما متولد ایران. متولد ایران هستی؟ ماشاءالله. و چند روز میشه که آمدین؟ پنجشنبه حرکت کرده ولی امروز رسیدیم اینجا. امروز رسیدین. صبح ساعت دایم. خودت که متولد ایران هستی، آمدن از جایی که داشت تولد شده بودی دوباره به کشوری که برش متعلق هستی چقدر چی احساس داره؟ خوش هستی؟ جگرخون هستی؟ چه رقم؟ هم خوش هم جگرخون. از چی لحاظ جگرخون هستی؟ همه فامیلام خواهرام برادرام اونجا. اونا آمدن؟ تن آمدی؟ ها اونا پنجشنبه حرکت میکنه. خب میاین دیگه بخیر. خب خوب است دیگه، این پس میاین اونا. هم خوشحال هست. اونجا درس میخواندی؟ درس میکنم. صنف چند بودی؟ تا صنف 7. 4 سال اول موندم. قبولمون نکرد. اول 4 سال شخصی خوندیم. شخصی. یک معلممون آقای یوسفی بود. 4 سال به خاطر پول قبولمون نکرد. بعد رفتیم لامرد یه سال لامرد خوندیم. دوباره برگشتیم پارسی هم قبولم کرد. کارا میکردید اونجا؟ نه من کار نمیکنم. بابام کار میکرد بعد مریض شد. دو تا کلیه‌اش خراب شد فرستادیمش اینجا. راضی بودی از رفتار مردم ایران یا نه؟ بعضیش نه بعضیش نه. کدام رفتارشون زیاد اذیت میکرد خودت؟ میگفتن افغانی اخراج، افغانی خر، افغانی حیوان، همه چی میگفتن. ولی بعضیشون خیلی خوب بودن. و حالا که افغانستان آمدی، اولین بارت است که افغانستان آمدی در زندگی، چی احساس داری؟ چقدر خوش هستی از مردم؟ خیلی خوشحالم. وطن خودمونه دیگه. وطن است دیگه. کسی اینجا ظلم، همه چی آزاده. کسی هم ظلم هم نمیکنه. ان شاء الله که میتونی بعد از این به درسایت هم ادامه بدی و یک آینده درخشان داشته باشی. کدام پیام داری که برای خدمت است؟ پیام چی بود؟ نداری پیام؟ بخیر باش. مهربانم بیننده عزیز پنجره افغانستان، سپاس از شما که تاییدم بیننده گزارش امروز ما بودین و در این گزارش از حال احوال مهاجرین که تازه آمدن و از خانه و مکان خود بیجا شدن براتان داشتیم. انشاءالله که شما عزیزایی که بیننده برنامه هستین تا حد امکانی که در توانتان است به این وطندارای ما که آمدن و بیجا شدن یک کمکی داشته باشین، چون بعد از چندین سال آمدن به کشور خود و از صفر قرار است که شروع کنن که بسیار کار سخت و مشکل است و وظیفه هر یک ما هست تا به عنوان هموطن نظر به ای که در یک سرزمین زندگی میکنیم و افغان هستیم همه ما کمک داشته باشیم برشان از هر لحاظی که باشه تا اینا هم بتونن لحظات خوب و خوش داشته باشن و از این که به وطن آمدن خوشنود باشن، نه ای که خدای ناخواسته پشیمان باشن و حسرت کشوری که اصلا رفتار خوب همراهشان صورت نمیگرفت او بدلشان کنه. بازم سپاسگزار شما عزیزا هستم. انشالله که لایک و سابسکرایب فراموش نکنین. منتظر کامنت هایتان همچنان هستم. این بود گزارش امروز. تا گزارش بعد شما